안녕하세요. میدونستین که کره هم یه جشنی دارن مشابه شب یلدای ما که بهش میگن تونگجی. شباهت اول بازی زمانی. تونگجی بر اساس تقویم چینی کره‌ای 21 یا 22 دسامبر. یلدا 30 آذر 21 دسامبر. شباهت دوم معنا. تونگجی پیروزی نور بر تاریکی، انقلاب زمستانی، طولانی ترین شب در طول سال. یلدا پیروزی نور بر تاریکی، انقلاب زمستانی، طولانی ترین شب در طول سال. شباهت سوم ناماتا، رنگ قرمز. تونگجی سماد دور کردن ارواح خبیثه، بیماری‌ها و بدشانسی. خوراکی محبوب پاتزو، فرنی لوبیای قرمز. یلدا نماد زایش خورشید، پیروزی نور بر تاریکی و دور کردن پلیدی‌ها. خوراکی محبوب هندوانه، انار، آجیل و سایر خوراکی‌های قرمز رنگ. اگه دوست داری که راجع به شباهت‌های یلدای ایرانی و تونگجی کره‌ای بیشتر بدونی، حتما توی کامنت‌ها بهم بگو تا یه ویدئوی بلند براش بسازم. یلداتون مبارک. هپی تونگجی. 안녕.